حدیث قدسی است که الله میگوید و من لقینی بقراب الارض خطیئه لا یشرک به لقیتها بمثلها مغفرة، رواه مسلم. حدیث قدسی است که پروردگار میگوید اگر بندگان من، اینمی بندگانی که در همین جا صحبت مرا شنیده ایستاده ایم، اگر بندگان من با پوری زمین گناه کنند، ببین آنقدر گناه کردی که زمین پوری گناه شد، گناه تو میگوید به آسمان عروج کرد، سونی طرف آسمان پر آمد، آسمان هم پر کرد. الله میگوید وقتی با این قدر گناه اگر تو به من روبرو شوی ولا یشرک بی، لیکن در بین این قدر گناهی که کردی اگر شرک نآورده باشی، پروردگار بشارت چه ببین لقیته بمثلها مغفرة، قسم به عظمتیم که با پوری زمین و آسمان به مغفرت استقبالت میکنم، به مغفرت استقبالت میکنم، همه گناه زمین و آسمان تا میبخشم زمانی تو شرک به خدا نآورده باشی. اگر زمین و آسمان پوری گناه باشد، این جمله های هست که چرا این ما به سمع شما نرسانیم، چرا به گوش شما این جمله ها را ما نرسانیم، تا به کی ما و شما به شرک داده می شویم. برای چه حضرت معاذ حبیب خدا اولین سفارش داد، ای معاذ اولین کلمه که مردم دعوت میکنی این است که نیست خدای مگر قدرت الله جل جلاله است. هر مددی که داری، هر تکیه‌ای که میخواهی، هر چیزی که برای تو لازم است به درگاه پروردگار مراجعت کن، همه دردهای تو دور می شود، همه مشکلات تو کشاده می شود. ترک کن موره چشمی را گفتن حضرت، ترک کن خار و نعله، ترک کن این شرکیات هایی که امروز تو چنگ زده ایستاده، اینا هیچ کدامش به منفعت تو نیست. اینا رسول اکرم به حضرت معاذ گفتند. این آثار همون تاها در زمان ما و شما وجود دارد. ما و شما 5 وقت نماز جماعت داریم، نماز جمعه میخوانیم، لیکن بچه من چیکار میکند؟ در معرکش عرق میدهد، در معرکش گویم دخترای بی حیا و بی صدر آورده چیکار میکند؟ در نمایش مردم میبرارد. پس این معنای او را دارد که ما علی کاملا ایمان نداریم، ما کاملا تسلیم در قرآن شدگی نیستیم. از حبیب خدا پرسیدن، میگد بار حبیب خدا در حضور صحابه بود و چی گفت؟ این در صحیح مسلم است، در صحیح بخاری هست. الا انبئکم باکبر الکبائر، یک بار. الا انبئکم باکبر الکبائر، 2 بار. حبیب خدا گفته ایسال است الا انبئکم باکبر الکبائر، 3 بار گفتن. ای مردم مسلمان خبرتان دهم که گناه کلانترین کدام است؟ ای مسلمان ها خبرتان دهم گناه کلانترین کدام است؟ 3 بار این جمله را حبیب خدا گفتن. قالوا بله یا رسول الله، گفتم بله ای حبیب خدا خبر بده. چی گفت؟ الاشراک بالله. یکم حبیب خدا گفتن شرک به خدا آوردن، این از همه گناهی وزنین ترین به شما رو می رود. حضرت معاذ روان کردن. برادرای عزیز، من این مسئله را کمی روشن میکنم، زیرا که من باور کنین حتی همین ساعتهای حیاتی خود من غنیمت میشمارم و حتی همین وظیفه را از همه وظیفه اولین درجه میشمارم و حتی باوری هم ندارم که تا جمعه دیگر ما در بین شما هستیم یا نیستیم. به این خاطر هرگاهی که یک مسئله مهم من برای شما به خدا قسم میرسانم، دیگر برای من خرسندی حد و کنار ندارد. انشاءالله من در این اجر کلان میگیرم، من در این پاداش کلان میگیرم. به خاطر پاداش و اجر کلانش این صحبت ها را من در بین شما میکنم که شما بعد شنیدن اصلاح شوید، بعد شنیدن به این عملهای شرکیانه چنگ نزنید. امروز من مهمان دارم، از در همین درون شما نشستم، بچه آمدن از دوشنبه، میگد حاجی بابا میگد ما خوب همه کسیته ها را گوش کردگیم، آفرین به شما میگیم در اطراف همین شرکیات و خرافاتی که اینقدر شما گفتیم. لیکن امروز گفتن حتی در همین
حضرت زیارت کردن دا آمدیم، باز نگاه کردیم حتی جوانها همون دستی در سنگ میمالند، در دیده هاشون میمالند. امروز حتی بچه‌شم همین دیدیم. ما گفتیم که الحمدلله مسئولیت از گردنمون قریب که ساقط شده است. هیچ معرکه نیست که صحبت ما از این خالی باشد، لیکن وای به حال همون کسانی که در همونجا نشستند و به مردم خبر نمیدهند که ای مردم، ای بچه، این عمل تو داری، این عمل تو نادرست است. وای به حال اونها که برای گویم که یک متاع ناچیز از دنیا چشمها را میپوشن به خاطر 5 سامان یا 10 سامان. این مشکل است. حضرت معاذ گفتند فإن اطاعوا لذلك، وقتی که مردم یمن دعوت کردی، مردم یمن قبول کردن که خدا یک و یگانه هست، محمد حبیب اوست، برگزیده اوست، پیغمبر است، این حالت چیکار کن؟ وقتی اطاعت کن، فاعلمهم ان الله تبارک و تعالی افترض علیهم 5 صلوات فی کل یوم و لیلة. معاذ گفت دویم وظیفه‌ای که در پیش داری، میری شهر دعوت داره حبیبی خدا، وظیفه های میری شهر گوش کنین. میری شهر وظیفه‌اش چی بود؟ یکم این که مردم به خدا ترسی دعوت کن، یکم مردم به یگانگی پروردگار دعوت کن، یکم دویم وظیفت همین است که مردم خبر بده 5 وقت نماز در وقتش ادا کنند، این فرض پروردگار است. فإنهم اطاعوا لذلك، معاذ گفت وقتی اطاعت کردن 5 وقت نماز خواندن، فاعلمهم ان الله افترض علیهم صدقه تؤخذ من اغنیائهم و ترد علی فقرائهم، متفق علیه. سیوم وظیفت همین است، با مردم یمن برسان. 5 وقت نماز خواندند، به یگانگی پروردگار ایمان آوردند، محمد را همچو پیغمبر شناختند. وظیفه تو این است، سوم وظیفه این است که به مردم خبر بده که از مالی که دارین پروردگار بالای شما فرض گردانیده است که از او زکات جدا کنین. زکات جدا کنین، حق مسکین و بیچاره و ناتوانی که هست از مردم بگیر، در کمبغل ها تقسیم کن. این حدیث و این منظره که رسول اکرم با معاذ انجام دادن، اینم دلالت بر فرض بودن زکات میکند. اینم دلالت بر این میکند که تو انشاء الله در نزد پروردگارت قدر و شرف میابی زمانی که اگر تو ادا کننده زکات باشی. و الا وقت برادر عزیز و گرامی مال در برت است، مال در خاندانت است، لیکن تو از این مال زکات جدا نمی کنی، تو از این مال حق مسکین و بیچاره ها را جدا نمی کنی، به خدا قسم در نزد پروردگار برای تو عذابهای دردناک منتظر است. خداوند در سوره توبه والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. پروردگار میگوید خبر بده به مردم آن کسانی که صاحب $1000 و $1,500 هستند، لیکن از این مال زکات جدا نمیکنند، برای آنها از عذاب دردناک پروردگار خبر بده. فبشرهم بعذاب علیم، با آنها از عذابهای دردناک پروردگار خبر بده که این مال او به ضرر او حل می شود، این مال او هیچ وقت به نفع او نیست، این مال برای او ضرر است. حتی در یک حدیث خواندم که حبیب خدا حدیثی طولانی بود که همه حفظ کردم الحمدلله، لیکن بسیار حدیثی دراز، جمله های دراز داشتن که رسول اکرم میگفت ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يعد منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له الصفائح من نار فاحمي عليه في نار جهنم فيكب بها جنبه و جبینه و ظهره. بین حبیب خدا چی میگوید؟ هر یک آدمی که در دنیا دولت دارد، مال دارد،
لیکن از مال و دولتش زکات نداد، از مال و دولتش خیر احسان نکرد. حبیب خدا چی گفتند؟ هر وقتایی که روز قیامت قائم می شود صفحت له صفائح من نار، ملائکه های دوزخ تخت سنگ های آتشین از دوزخ می گرفتند. تخت سنگ، سنگ های کلان کلان مثل تخت برین می گرفتند در دستشان ملائکه های عذاب. چیکار میکردند؟ فاحمی علیها فی نار جهنم، برده در آتش دوزخ گرمش میکردند. همون پاره های تخت سنگی که گویم آتش دوزخ از آتش دنیا 70 برابر گرمی و حرارتش بالاست. وقتی در همو که میتسبانش بعد چی میشید است؟ فاحمی علیه فی نار جهنم فیکوه. یکوه گفته داغ مانده نمیگن، بس داغ مانده میشود با این پاره سنگ ها. جنبه پهلوهاشه، این طرفایی که گرده ها داریم دو طرف گرده، در بالای گرده ها همون سنگ ها گذاشته می شود. بین و جبینه، یک سنگ دیگه شه در پیشانی میگد پیغمبری خدا میمانند، دیگر سنگ شه و زهره پشت دم میمانند. کلما بردت، حبیب خدا گفت اگر مبادایی که این سنگ ها خنک شدند، از گرمی زیاده که وجودی تو میکشد عذاب میکشی، شما تصور کنین یک زمانی که گویم همین یک انگشت بالا یک همون چراغ اینمی شمعی که میسوزیم بالا همین شمع در همین دست گذار قوتی امر میداری نداری. تو تصور کن که سنگهای آتشین در پیشانی و در پهلو و در پشت تو میمانند. کلما بردت از معنای خنکی است. حبیب خدا گفت وقتی که این سنگها خنک شد عیدت لها، باز اینها را برده چکار میکنند؟ در آتش دوزخ باز میتسبانند. فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. حبیب خدا گفت این تو در حشرگاه 50,000 سال دوام میکند. 50,000 سال در حشرگاه این معامله را برای پولداری که در دنیا زکات دادن با این تخت سنگ ها سوزانده میشوی. این آیت قرآن سوره معارج آیت 3 تماشا کنین، پاره 29 از قرآن است. خداوند در همین سوره معارج میگوید قیامت حساب حسد شما 50,000 سال دوام میکنه در قیامت. تا کدام زمان؟ حتی یقضى بین العباد فیور سبیله اما الى الجنه اما الى النار، تا زمانی که آدم یا دوزخی می شود یا حکم بهشتی را می گیرد. تا همون زمان مالدار و دولتداری که از مال زکات ندادن با این تخت سنگا چیکار میکنن؟ عذابشان داده می شود. پیشانی و پهلو و تمام اعضای تو در این سنگهای آتشین می گذارند. یک شخص از جاش خیز که گوید قیل یا رسول الله فالبقر والغنم، من گو گاودار و گوسفندار و بزدار هستم، از اینا هم زکات میدهم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يعد منها حقها. حبیب خدا گو کسی اگر در دنیا گاو دارد، گوسفند دارد، بز دارد، اگر از اینها هم که زکات جدا نکند، ان كان في يوم القيامة بطح لها بقاع قرقرین. حبیب خدا گفتند این آدم مالداری که در دنیا گاوی زیاد دارد، خداوند مال ما را زیاد بگرداند. رسول اکرم گفتند ثعلبه گفتند همین حالی داری بسیار حالی خوب است، در همین قناعت کن گو بسیار خوب است، زیرا حبیب خدا به نور معجزات میدانست که ثعلبه مالدار شود چگونه می شود. وقتی که ثعلبه روز دوم آمد از حبیب خدا باز دعا طلب کرد. حبیب خدا گو حالت خوب است، قناعت کن، فقر بسیار یک نعمت کلان است، مال زیاد طلب نکن، شاید مال زیاد تو را گمراه گرداند. ای حبیب خدا از تو درخواست دارم که مال زیاد برای من نصیب کند. حبیب خدا دعاش تیری در نشان دست برداشت، دعا کرد خدایا همین ثعلبه را صاحب دولت بگردان. میگد فردا مالی جزیه آمد، یک گوسفند میگد حامله دار به حبیب خدا آورده دادن. حبیب خدا این گوسفند حامله دار به ثعلبه داد، گفت خدا در همین گوسفند تو برکات نصیب کند. وقتی این گوسفند میگد در خاندان ثعلبه رسید،
روز گویم که ماه به ماه و سال به سال صف گوسفند زیاد میشد. دیگر چراگاه های مدینه میگوید گوسفند ثعلبه را نبرد، بیرون شد از مدینه، بیرون رفت. وقتی از مدینه بیرون کی شد، نمازهای 5 وقته را ترک کرد حضرت ثعلبه، با آواره گاو و گوسفند شد. وقتی که کوه و بیابان ها که حتی میگه تنگی میکرد برای مال ثعلبه، نماز جمعه هم ترک شد. چگونه که امروز بعض برادرای ما صاحب دولت و دکان و صاحب بعض گویم جاه و دیگر شدن، از عبادت های پروردگار روی گردانیدن. امروز فکر میکنن همون دولتی که دارن همین برای اونها کفایت میکند و همه بزرگی گویم برای اونها همین مال است. ثعلبه هم از نماز جمعه و 5 وقته ماند. این حالت حبیب خدا در آیت زکات آمد. حبیب خدا نفر روان کرد، رو به ثعلبه گویین که از حق گوسفندها مال جدا کند. وقتی رفتن نماینده های حبیب خدا، ثعلبه گفت این مال من مال میراثی است. گفتند این مال میراث مال است. گفتند از مال میراثی زکات وجود ندارد. گفتند به نماینده های حبیب خدا این جواب گردان. آمد به حبیب خدا گفت، حبیب خدا گفت وای به حال ثعلبه، وای به حال ثعلبه. گفت وقتی که آیت های وعید نسبت ثعلبه که نازل شد، مردم مدینه دوام به پیش ثعلبه رفتن. ای ثعلبه، نسبت تو آیت های وعید آمده است. وقتی میگوید حبیب خدا که حیات بودن ثعلبه مالی از گوسفنداش که جدا کرد آورد، حبیب خدا دیگر قبول نکردند، قبول نساختند. وقتی ابوبکر صدیق هم که دوره خلافتش بود ثعلبه آورد مالا، گفت نه حبیب خدا که قبول نکرده است من قبول نمیسازم. گفت حضرت عمر رضی الله عنه خلافت در برآمد، ثعلبه باز گوسفندا را پیش کرد آورد. گفت مادامی که حبیب خدا همراهی گوییم که بهترین موجودات و مخلوقات بعد حبیب خدا ابوبکر است و ای که قبول نکرد من هم قبول ندارم. گفت دوره حضرت عثمان شد. وقتی دوره حضرت عثمان دم که آورد گفت این دو ستاره درخشان و آن آفتاب تابان مال تو را که قبول نکرد من هم قبول نمی کنم. در دوره حضرت عثمان حضرت ثعلبه جان به حق تسلیم کردن، لیکن از مال زکات ندادند. تصور کنین آدمی که زکات نداد حالی او چی بود؟ من در اول صحبت برای شما گفته گذاشتم. شخصی گفت حبیب خدا اگر گاو داشته باشی و گوسفند، از این اگر جدا نکنی چی؟ رسول اکرم چی گفت؟ این انسان گفتن ملائکه های عذاب با پشت میخوابانند، با پشت میخوابانند. اون مقدار گاو و گوسفند که داشت همه اونها را آماده میکنن، با بالای صاحب شکار میکنن، حرکت میکنن. چگونه شما اگر در تلویزیون نگاه کنین وقتی یک آدم با یک گاوهای کلان سر به سر می شود، چقدر حال او وزنین است، چقدر مردم وحشت دارد. تصور کن همون قدر گاو و گوسفند که در دنیا داشت، از اونا که حق جدا نکرد، همه اونها باید پایمال میکنند در روی زمین محشر، گویم در روز قیامت. لیس فیها اقصاء ولا جلحاء ولا عصباء. حبیبی خدا گفت شاخدار باشد، به شاخ باشد، شاخ شکستم که باشد، تتعوه بازلافها تنتنوح. بین حبیب خدا میگوید که بقرونها و تتعوه بازلافها، شاخدارش به شاخش میزند، به شاخش به سم بپاش، روی او را پایمال میکنند. در کجا؟ در روز قیامت که مدتش 50,000 سال است. این برای همون انسانی است که در دنیا اگر حق نه از مال و نه حق از زمین عشر جدا میکند، نه از مالش زکات میدهد، این عذابها برای آدمای مالدار است. اینا به خدا قسم والله که سخن قرآن و سخن حبیب خداست، اینا در روز قیامت پشیمان هستند، بسیار پشیمان میشوند، لیکن پشیمانی دیگر سود ندارد. حتی یک پشیمانیش در سوره منافقون
گویم که تماشا کنید شما پاره 29 از قرآن. خداوند و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. مرحمت همین تفسیر آیت اگر کتاب هایمون کریلیکی داشته باشین تفسیرش را تماشا کنین که مفسرها میگن همین در باب زکات نازل شده است. الله میگه از مال که برای شما دادم زکات او را جدا کنین. صاحب تفسیر ابن کثیر حضرت چی میگوید؟ میگوید وقتی که آدمی که در دنیا زکات نداد حالتی گوییم که همون جان دادنش که نزدیک می شده است و در همونجا زاره و تولا میکرد از پروردگارا اگر برای من مهلت دهی قسم به بزرگیت یک روز برای من مهلت ده اکم من الصالحین فاصدق و اکم من الصالحین همه مال من در راه تو صرف میکنم از مالم زکات میدهم بنده بهترین تو میشوم. لیکن الله چی میگفته است؟ ولا یؤخر الله نفسا. پروردگار میگفته است نه، میگفت برای تو دیگر یک ساعت مهلت نیست. گفتن خدای تو میدانست که تو با این مال چی معامله میکنی. پروردگار از این با علم قدیم خودش میدانست که من تو را مالدار کنم، با این مال تو چی کار میکنی. الله این دانا بود. و این خاطر برادر عزیز پشیمانی ما در همین دنیا پشیمان شویم، در آخرت پشیمان نشویم که والله که هیچ سود و فایده ای ندارد. حضرت سعدی میگفت پریشان کن امروز ای گنجی نجوس، پریشان کن ای گنجی نجوس که فردا کلیدش نه در دست توست. دیگر این گنجینه هایی که داری میگوید این گویم که پول هایی که چی در خانه و چی در بانک و چی در کجای پنهان کرده باشی اینها را امروز پریشان کن ای گنجی نجوس که فردا کلیدش نه در دست توست. کنون بر کفی دست نه هرچی هست که فردا بدندان گزی پشت دست. که فردا پشت دست میگزی، فردا پشیمان میشوی، دیگر پشیمانی فایده ای ندارد. این است برای آن کسانی که زکات میدهند و برای آن کسانی که از مالشان زکات نمیدهند. این است آن چیزی که الله گفت، این است آن چیزی که حبیب خدا گفتند.